به نظرتون چرا پفک مضره؟ خب پفک نمک، کالری و چربی بالایی داره که میتونه زمینه‌ساز چاقی یا حتی بیماری‌های قلبی عروقی مثل چربی خون و فشار خون بشه. در واقع نباید فراموش بکنیم که در تولید پفک رنگ‌های مصنوعی هم به کار میره که متاسفانه میتونه ریسک آلرژی و حتی سرطان رو بالا ببره. در واقع پفک کلکسیونی از مواد مضر هستش. هر واحد پفک حدود 21 عدد پفک میشه، 150 کالری داره و 10 گرم هم چربی داره و در واقع هیچ ماده مغذی و ارزشمندی رو برای بدن تامین نمیکنه. حالا شاید با خودتون بگید یه مقدار کمش که مشکلی ایجاد نمیکنه، اما جالبه بدونید هر ماده غذایی که به سرعت توی دهان قورت داده بشه اون موقع مغز نمیتونه به خوبی پیام سیری رو دریافت بکنه. در واقع دست کشیدن از پفک خوردن کار هر کسی نیست. اما به نظر من پاپ کورن انتخاب مناسب تری میتونه باشه. چرا؟ خب از گروه غلات هستش، انرژی بخش هستش و هیچ ماده افسودنی یا مضری هم داخلش وجود نداره. اما پفک به خاطر بافتی که داره به دندون‌ها میچسبه و آثار مخربی روی دندان‌ها به خصوص دندان کودکان داره و با اون سیری کاذبی که ایجاد میکنه میتونه مانع اشتهای کودکان به وعده اصلیشون بشه. پس اصلا نمیتونه میان وعده مناسبی باشه و اون کودکانی که مشکل اشتهام ندارن با خوردن پفک خب چاق‌تر میشن. اما پاپ کورنی که با طعم پنیر نباشه، یه مقدار کم روغن و نمک هم داشته باشه، میتونه یه میان وعده خیلی مناسب تری از چیپس و پفک باشه. انتخاب شما کدومه؟ پاپ کورن یا پفک؟ حتما برامون کامنت بذارید. شاد و سالم باشید.